اینها سقف نمیسازن، دارن یکی از گرونترین فرای دستساز دنیا رو میسازن که قیمتش از یه ماشین کوچیک هم بالاتره. این مرکسه، یه برند لوکس استرالیایی که تو ساخت فرای آجری و کوره‌های پیتزای حرفه‌ای معروفه. فرقشون هم اینه که همه چی رو دونه دونه با دست میچینن، نه با قالب و دستگاه. این آجرای نسوزش رو دست کم نگیر، بالای 1024 درجه سانتیگراد رو راحت طاقت میارن. شکل گنبدی فر هم الکی نیست، شعله میره بالا، دور منحنی میچرخه، میرسه وسط و دما رو ثابت نگه میداره. هوا هم خودش میچرخه. فرقش با یه فر فلزی اینه که اونا فقط هوا رو گرم میکنن، ولی فر آجری گرما رو نگه میداره، پخش میکنه و برمیگردونه. نتیجه خمیر کامل میپزه، فقط روش نمیسوزه. برای همین پیتزای این فرها تو چند ثانیه بوی کل خیابون رو برمیداره. تو استرالیا قیمتش از $10,000 استرالیا بالاتره، یعنی باهاش تو آمریکا میتونی یه آشپزخونه کامل بخری. ولی خب ارزشش به عملکردشه، وقتی گرم بشه تا 6 ساعت داغ میمونه و میتونی باهاش استیک، نون بپزی. اگه برات جالب بود پیجمو دنبال کن.